صبح که از خواب بیدار شدیم خبر رسید. دیشب سپاه با موشک به خونه‌ای در اربیل عراق حمله کرده. 2 تاجر عراقی جونشون را از دست دادن. از 26 دی 1402 تا حالا هیچکس نگفته این حمله چه بهایی برای مردم ایران داشته. کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، منتظر شکایته. مجرم معلومه. مدرکش هم اطلاعیه رسمی سپاه که تو همه سایت‌های خبری پخش شده. فقط کافیه قدم برداریم. سخت نیست. همین حالا دکمه زنگوله سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید. این درد مشترک هیچ وقت جدا جدا درمان نمیشه. همراه شو عزیز